خوب باشه. خوش اومدید به آپدیت الگوریتم 2026. خب همونطور که قولش داده بودم بهتون توی روز تولدم قرار بود یه هدیه بهتون بدم و این هدیه مصادف شد با آپدیتی که قرار بود بهتون بدم که قولش از قبل بهتون داده بودم، ولی حالا به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود توی کشورمون و وضعی که پیش اومده بود نتونستم ویدیو رو توی عید به دستتون برسونم و الان در خدمتتون هستیم. خب بریم سراغ ویدیو. توی سال 2026 تغییرات خیلی زیادی رو داشتیم که هم از لحاظ تایمی بوده، هم از لحاظ پیر بوده، هم از لحاظ نحوه MSS گرفتن توی یک دقیقه بوده که همه اینا رو توسط یک ویدیو خدمتتون آپدیت میدم و از این به بعد سعی بکنید با این دیدگاه و با این پیری که بهتون میگم و این تایمی که کاستوم بهتون میدم تریدتون رو انجام بدید. خب همونطور که دارید میبینید پیرمون از این به بعد توی امسال به جای یورو طلاه. حالا چرا طلا؟ به خاطر جنگی که پیش میاد معمولا مردم سعی میکنن که دارایی امن یا اون فلز گرانبها مثل طلا یا مثل نقره چنج کنن، از بازارهای ریسکی مثل چه میدونم کریپتو یا خود شاخصهای آمریکا میرن به سمت فلزات و علل خصوص طلا، چون دارای امن حساب میشه توی برهه جنگ و به خاطر بالا رفتن حجم معاملات کلا حالا سبکایی مثل آی سی تی، فقط آی سی تی، بقیه سبکا من واقعا قبول ندارم. سبکی مثل آی سی تی که واقعا الگوریتم محوره، خب به طب هر چقدر والیوم یک ارز بره بالا مارکت میکر اونجا حضور پررنگتری داره و به خاطر همین ما رفتیم سمت طلا، چون حالا خیلی حجم معاملات نسبت پارسال بیشتر شده و حضور مارکت میکر بیشتر اونجا حس میشه. حالا علی حال ارز امسال ما طلاه که کلا از لحاظ چارتی، از لحاظ قیمتی فوق العاده خانه، فوق العاده ساده شده نسبت به سال پیش و با این استراتژی که بهتون میگم به راحتی میتونید پراپوز کنید، یعنی از آب خوردنم آسون تر. خب همونطور که با هم دیگه صحبت کردیم پیرمون شد طلا، ولی بحث تایمش. پارسال که ویدیوها رو توی یوتیوب آپلود کردم تایمی که بهتون داده بودم کیلزون لندن بود که از ساعت 2 تا 5 بود. حالا یه پرانتز باز میکنیم واسه امسال و تایممون فقط از ساعت 3 تا 4. یعنی چی؟ یعنی کاستوم تایمی که قیمت میتونه مانیپولیشن قیمتیش رو انجام بده و تشکیل سقف بده میتونه ساعت 3 تا 4 باشه و اینکه این با اون تایم ساعت 3 که بهتون گفتم رأس 3 اگر مانیپولیشن داشته باشید فرق میکنه. این بازه است. ما توی سال پیش فقط تک تایم کار میکردیم. این ساعت 3 تا 4 گلدن تایم لندنه که شما میتونید تریدش بکنید. حالا اینجا گفتم دیلیت اوپنینگ پوزیشن. حالا منظورم از این چیه؟ ببینید ما قبلا میومدیم میگفتیم اگر اینجا فرضاً داره بای ساید باشه و از اینجا هم مثلا سشن لندن اوپن شده باشه، مثلا اینجا اگه ساعت 2 باشه اینجا 2:15 باشه، 2:30 اگر بره مصرف این سقف رو انجام بده، خب ما اینجا سل میکردیم. چرا؟ چون اولین مثلا مصرف نقدینگی ما توی خود کیلزان، حالا کار به این نداریم. ما میگیم امسال تمام اوپنینگ پوزیشن ها، یعنی پوزیشن هایی که بعد از اوپنینگ توی ساعت اول اوپنینگ انجام میشن رو ما اصلا حذف میکنیم، دیلیتش میکنیم از کلا سبک معامله گریم. حالا چرا؟ ببینید معمولا ما مانیپولیشن ها یا حالا به اصطلاح پانت نقدینگی رو توی امسال اومدیم آنالیز کردیم و بیشترین سقف هایی که هانت می شدن سقف هایی بودن که توی اوپنینگ ها تشکیل می شدن، مثل اوپن ساعت 7، مثل اوپن ساعت 3، مثل اوپن ساعت 2. اوپن ساعت 3 سشنه که توسط خود 3:15 و 3:30 احتمال هانتش زیاده، ولی خب اگه مثلا سقف 2:30 2:15 توسط 3 هانت شد، نه دیگه این اوکیه، میتونی پوزیشن رو بگیریم. بهتره بگم امسال سقف و کف بیشتر دست سشن هاست تا اوپن کیل زون، یعنی همون ساعت 3 و ساعت 8. خب این از مبحث تایمش. در مورد اوپنینگ هم بهتون گفتم چرا نمیگیریم و تایممون 1 ساعت اومد جلو. کلا سقفایی که توی ساعت اولیه اوپنینگ تشکیل میشن هانت میشن. و همچنین توی 1 دقیقه اگر بخوام یک آپدیت بهتون بدم اینه که ما قبلا میگفتیم اگر MSS بخوایم بگیریم یا باید
سمت چپ و راستش یک شورتر باشه، اگه اینطور باشن فرقی نمیکنه، یا اینکه درون یک FVG باشه و به اصطلاح میگه اون کف ITL، یا اگر مثال سعودیش رو بخوایم بگیم که مثال شورت میشه اینجا، شورت چپ و راستش داره، اینطوری هم میشه گفت مشکلی نیست. یا اینکه اگر توی FVG قرار داشت میگیم سقف ITH. حالا توی این آپدیت فقط روی توجه کنید، کار اصلا به یورو ندارم. اگر تمام چیزهایی که بهتون گفتم رعایت شده بود، توی کاستم تایم 3 تا 4 بودید، مصرف نقدینگیتون رو داشتید و دیسپلیسمنت قیمتی که میره MSS شما رو تایید بکنه هم بود، دیگه اصلا نیاز به ITH نداره. به صورت ساختاری هم بگیرید مشکلی نیست. اگه شورت ترم هم نبود، صرفا فقط این استراکچر رو دیدید، بازم میتونید به عنوان MSS مارکش کنید و اون معامله رو ترید بکنید. حالا بریم روی چارت، چند تا مثال با هم دیگه داشته باشیم. خب کاستم تایم ساعت 3 تا 4. وقتی میگم 3 تا 4 یعنی اگه کندل ساعت 4 هم مصرف نقدینگی داشت اوکیه، ولی دیگه 4 و 15 مورد قبول نیستش. خب از ساعت 3 تا 4 به عنوان مرجع تایم ما به دنبال مهمترین سقف، خب سقف لانچ تایم من اینجاست، اینو مارک میکنم و یک کف اوپنینگ دارم توی ساعت 2 تا 3، یک کف واسه من تشکیل شده که هاند شدنش میتونه برای من جذاب باشه. خب حالا همینو بریم 1 دقیقه. توی تایم 1 دقیقه به دنبال MSS میگردم. اولین MSSی که شما میتونید داشته باشید اینجاست که میشه MSS بیگ پیکچر شما، اما در سایکل های کوچیکتر MSS شما میشه اینجا. بعد از اینکه به بریکر رسید میتونید حالا یه تاییدی بگیرید، چه میدونم یه هانت مجدد توی 1 دقیقه بگیرید، فرقی نمیکنه، بسته به تیپس معامله‌گری خودتون داره. حالا من که با این گلف میگیرم، اینجا این گلف قیمتی رو من داده، استاپ پشت کندل این گلف و ریوارد 3. اگه میخواستیم تیپی ترندی بزنیم، ولی چون فیل IOF هم اینجا داشتیم، میتونستیم خیلی خیلی راحت تیپیمون رو اینجا بذاریم و به جای ریوارد 3 ریوارد 6 بگیریم. معمولا انقدر تمیز ترند رو بهتون تحویل نمیده، ولی اگه حرکت اینطوری کامپریشن شکل بود، من بودم ریسکش رو میکردم، مثلا روی ریوارد 4 اینا ریسکی رو میبردم ریوارد 2.5 که حداقل سود گذاشته باشم تو جیبم، و من بودم اینجا خالی میکردم. ریوارد 6 و نیم تقریبا تیپی این معامله میشه. بریم سراغ مثال بعدی. اینجا بازم کاستم تایم ساعت 3 تا 4. خب توی ساعت 3 تا 4 آیا سقفی توی اوپنینگ داریم؟ خیر، اما یه سقف لانچ تایم اینجا داریم. اینو مشخص کنید، ساعت 3 و 15 هانت میشه. حالا اینجا باید بریم ببینیم که MSS داد یا نه. اگر توی تریدینگ پروفایلتون هانت با شادو رو فقط قبول داشته باشید، معامله رو نمیگیرید، ولی اگر بخواید اینجا رو ترید بکنید کاملا از لحاظ اوردر پرینگ هم اوکی. حالا بریم 1 دقیقه ببینیم که اونجا MSS بهمون داده یا نه. خب اینجا یه MSS به ما داده، اینجا هم یه دونه این گلف داشتیم، اینجا یه استاپ میخوردیم، اما در ادامهش اینجا که باز یه دور دیگه سقف مصرف کردیم، یه MSS خیلی تمیز بهمون داده روی بریکر بلاکی که قیمت اینجا تشکیل داده، این گالف و ورود. اینجا هم باز قیمت به صورت ترند اومده بالا به این صورت، پس میتونه تیپی شما باشه. این هم ریوارد 5، تقریبا ریوارد خوبیه و اگر بتونید یه وین ریت 5 ریوارد 5 اوکی کنید با این استراتژی، فوق العاده کاربردی میشه. خب
بریم یه مقدار دیگه بررسی بکنیم. اینجا که خود اوپنینگ اومده مصرف نقدینگی رو انجام داده و سقف آسی رو زده و نزولی شده، دیگه شما اینجا احتمال زیاد پوزیشنی نمیده و اگر هم بده چون خلاف جهت میشه دیگه نمیصرفه. ببین اینجا شما کلا باعثتون نزولی بود، این که چرا نزولی رو باید برید دیلی یا ویکلی باعث اینجا رو در بیارید. ولی اگر خلاف جهت باعثتون، یعنی مثلا ساعت 2 تا 4 تک جهت بود، دیگه 4 نمیاد اونو خلاف جهت بکنه. اگر بخوایم خلاف جهت ترید بکنیم، مثلا ساعت 2 باید مثلا اینو مصرف کرده باشه، ساعت 3 خودش رسیده باشه به کف و 3 مثلا یا 3 و نیم 3 و 15 دقیقه اینجا مصرف نقدینگی رو انجام بده، 3 تا 4 ریتریس بده، نه اینکه ساعت 4 خودش بهت ریتریس قیمتی رو بهت بده. اگر 2 تا 4 تک جهت، اینو خاطرتون باشه. خب اینجا هم ساعت 3 تا 4مون اینجاست که باز خود 4 مصرف نقدینگی رو انجام میده. یه مصرف نقدینگی کف دیگه ای رو هم اینجا داریم که باید بریم ببینیم چه نوع تاییدی بهمون داده. حالا اینجا میشه هفته قبل که 1 دقیقه‌ش رو نمیاره توی تریدینگ ویو، همینطور صرفا روی 15 دقیقه مشخص میکنیم. باز هم اینجا ساعت 3 و 15 دقیقه مصرف سقف اوپنینگ داشتیم و یه سقف خیلی ریز هم از لانچ تایممون داشتیم. توی روزهای گذشته باز هم این دقیقاً به همون شکله. اگر کف دست اوپنینگ بیفته و از 2 تا تقریبا 4 تک جهت باشه، دیگه 4 نمیتونه بدون ریورس بکنه به طرف پایین و ریتریس بده. در عوضش نیویورک با استارت سشنش تشکیل سقف میده و به طرف پایین حرکت میکنه. ببینم اگه نکته دیگه ای باقی نمونده باشه که ویدیو رو تمام کنیم. اینجا هم که کلا 4 15 دقیقه است، کلا واسه من مورد قبول نیستش. اینجا هم دقیقا بازم سقف اوپنینگ رو مصرف کرده، رأس ساعت 3 به طرف پایین حرکت کرده. خیلی استراتژی کاربردیه، خیلی آپدیت خوبیه. از نظر من میتونید یه استراتژی فوق العاده خوب از این ویدیو در بیارید، یعنی خودتون یه سری کانسپت ها رو اضافه بکنید بهش، یا اگر دوره های مایکل یا یک دوره آی سی تی که درست آموزش داده باشن توی اون دوره دیده باشید، میتونید از کانسپت هایی که اونجا یاد گرفتید بهش اد بکنید. ولی از نظر من نیاز نیست، یعنی هر چیزی که نیاز داره من توی این ویدیو بهتون گفتم. کما اینکه شما توی فصل گذشته دوره رایگان خیلی کانسپت های پیشرفته تری رو هم علاوه بر این بهتون آموزش داده بودم. میتونید ترکیب بزنید مثل بایسگیری، مثل دران لیکویدیتی ها و جریان سفارش و فیل آی او اف، که همونطور که دیدید من با یه تیپس فیل آی او اف ریوارد 3 رو توی یکی از پوزیشن‌ها 5.5 کردم و توی پوزیشن اولمون 6.5 کردیم که میتونه ریواردتون رو 2 برابر بکنه. ولی تیپی که میخواید بذارید رو توجه بکنید، الکی نذارید که وین ریتتون رو بیاره پایین‌تر. وین ریت این استراتژی 65 ریوارد 3 و خب این خیلی نرماله که شما اگر ریواردتون برید بالاتر وین ریتتون میاد پایین. یعنی یه رابطه مستقیم با هم دیگه، هرچی ریوارد بره بالاتر وین ریت میاد پایینتر و هرچی وین بره بالاتر ریوارد میاد پایینتر. چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه و بتونید پراپای زیادی باش باز بکنید. صحبت دیگه نمیمونه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.